امروز قراره که منظورت چیه؟ ویدیو من که مثلا 400,000 تا خورده رو $400 پول داده. اصلا خیلی خیلی کمه. خدایا پس فردا شرمنده ناموسن بچه‌مون نشیم. این فقط یکی از چند ده واکنشی که همه یوتیوبرها نسبت به این قضیه نشون دادن و خب یوتیوبرهای دیگه هم تو این قضیه بودن. خب قضیه اصلا از چه قراره؟ این چیزی که الان اتفاق افتاده اصلا مشکل نیست، اتفاقا رفع یه مشکله. شما وقتی که دارید ویدیو یه نفر رو میبینید اون شخص پول میگیره و خب یوتیوب ایران رو تحریم کرده، پس شما که ایرانی وقتی ویدیو منو میبینی من نباید پولی بگیرم. قبلا چجوری میگرفتم؟ VPN. و خب الان که همه چیز دیگه داره پیشرفت میکنه مهم نیستش که شما از VPN استفاده کنید یا از هر چیز دیگه استفاده بکنید، اون IP مبدئی که شما داخلشید زده میشه و خب یوتیوب میفهمه که شما ایرانید، در نتیجه کانتنت کریتوری هم که شما دارید نگاه میکنید خب قاعدتا ایرانیه دیگه، وگرنه دلیل نداره که 80% ایرانی برن نگاش بکنن. خب حالا آیا اصلا میشه این مشکل رو حلش کرد؟ نه، درآمد الان صرفا کم شده، این درآمد قطعا به صفر هم میرسه و کاری از دست تو ویور برای یوتیوبر مورد علاقت بر نمیاد. این خود یوتیوبرامونن که به جای سوار شدن ماشین 8 میلیاردی میتونستن این مشکل و این اتفاق از قبل پیش بینی بکنن. آیا من میگم یوتیوبرها دارن کار اشتباهی میکنن که خیلیاشون میخوان لفت بدن؟ نه، بالاخره خب زن و بچه دارن و باید خرج اونا رو بدن. این که میگم مشکل از خودشونه رو بذارید بهتر براتون توضیح بدم. کومان ورس رو شما دارید تماشا میکنید، جایی که کومان با استفاده از فروش مرچشون یه درآمد نسبی دارن. آره خب درآمدشون هیچ جوره اندازه درآمدشون از یوتیوب نیست، ولی حداقلش اینه که هیچ وقت درآمدشون به صفر نمیرسه، هیچ وقت. اگه از من میپرسی همه یوتیوبرامون باید این اتفاقو پیش بینی میکردن. حالا این اتفاق میتونست به صورتی که الان اتفاق افتاده اتفاق بیفته یا نه صرفا یوتیوب رفع فیلتر بشه و این اتفاق بیفته. خیلی اتفاق مزخرفیه میدونم، ولی میدونید که چی بدترش میکنه؟ تو ویور میدونی کاری از دست تو ویور بر نمیاد، نه، ولی حداقل میتونی زیپ اونجا رو بکشی یا حداقل قبل زدن هر حرفی یکم اون حرفتو مزه کنی تو دهنت. آره این اتفاق خیلی بده. آره یوتیوبرامون قراره که اکثرشون دیگه کار نکنن یا حداقل خیلی کمتر کار بکنن. خب ببین منطقیه دیگه، تو وقتی که داری تو یوتیوب پول خرج میکنی برای ساخت ویدیو، اون پول خودش باید از یه جای بیاد دیگه. نمیتونی بری بیرون 12 ساعت کار بکنی بعد بیای اون پولو خرج یوتیوب بکنی که. اون موقع خودت چی پس؟ آها اینجا من وارد داستان میشم. همیشه میگن که وقتی یه رودخونه‌ای داره میره تو خلافش نباید شنا بکنی و این به خاطر این نیستش که کار اشتباهیه، نه، این به خاطر اینه که کار سختیه. اینجا بود که یاد یکی از دیالوگای معروف از یکی از سریال‌های مورد علاقه‌ام افتادم. You are the storm and it's the rest of the world that needs to run forgotten. و این به این معنیه که تو یه طوفانی و این بقیه دنیاست که نیاز دارن قایم شن.